إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. به درستی در آفرینش آسمان ها و زمین و در اختلاف شب و روز نشانه آشکارا برای خردمندان است و آن کسانی که همیشه به یاد الله هستند، وقتی که راستا هستند، وقتی که نشسته هستند، وقتی که خواب هستند، همیشه در یاد الله هستند و در آفرینش زمین و آسمان ها تفکر میکنند و میگویند ای خدایا، ای رب العالمین، ای پروردگار من، تو هیچ چیز را بیهوده آفریده ای. تو از همه چیز منزه هستی، از همه چرکینی منزه هستی، تو پاک هستی. همانا یا رب العالمین، ای پروردگار ما را از آتش دردناک و سوزان جهنم نجات ده.